برای 50 سری فکر داریم. یکی از مقصدهامون این بود که به زندگی نزدیک بشد. پارتنر من زنی من میگفت که تو من حقونی زنی ابار. اصلا سبب فیلم گرفتن ما همین ترغیب فرهنگ و عنعنه و رسم رسوم تاجیکانه است. هر یک خشتشه همراه خودمون موندیم. زنت میزنی پدرت به نگاه نمیکنی تا حقارت هم میکنن نکن. آرزو میکنم که هیچگاه با اون روز نرسیم که به مقصدمون رسیم. فیلم خانه محض از همین محل، از همین تنگکوچه آغاز می شود و همه عملیات بیشتر در همین حوله به انجام می رسند. گروه ایجادی ما سراغ این حوله و خانه به شهر کانی بادام آمدیم تا با محل نواربرداری و از فعالیت دست اندرکاران این فیلم بسیار سریعی که امروز توجه هزارها بیننده را به خود کشیده است از نزدیک آشنا بشویم. خوب کردید که همینجا شدید. رحمتی مادر جایشان فقط همینجا بود. لوحامی داده خدا گذشتگان رو رحمت و مغفرت کرد. گروه ایجادی را هم به اینجا دعوت کردیم تا ما را با مکان نوارگیریشان شناس نمایند. در صحبت تیم کاری فیلم مذکور که همه کارمندان تئاتر درامای موسیقی به نام توفه فاضلی و شهر کانی بادام هستند در بابت چگونه و با کدام معما و مشکلی ها روی نوار آمدن سریال برایمان قصه ها کردند. سیناریش را خودشان فرهاد غفارپور، گلوشوب عارفزاده و غیرت قادرов ایجاد کردند. کارگردانیش از فرهاد غفارپور است. نخست خواستم بدانم که به چه خاطر محض همین خانه برای فیلم خانه انتخاب شد. برای فیلم خانه از همه چیز مهم این پیدا کردن خانه بود، چون فیلم درباره خانه است. یک خانه موافق به همون سوژه فیلم، موافق به همون سناریوی فیلم، یک خانه پیدا کردن لازم بود که از 3 خانه الهیده و 3 در الهیده عبارت باشد و چون 3 برادر در این خانه زندگی میکنند و ما خیلی زیاد جستجو کردیم خانه و یک خانه موافق پیدا کردن به خیلی وقت صرف شد. 1 ماه اضافه ما فقط خانه جستجو کردیم و خوشبختانه همین خانه پیدا شد و خیلی برای هم فیلم ما هم برای اون که بسیار تاجیکانه است خانه خیلی موافق آمد و با یک نگاه با همین اومدیم گروه کتی هم خیلی دیدیم، هم کارگردان هم نواربردار هم رسام به همه این خانه پسند آمد، همه دوست داشتن خانه و صاحب خانه برای ما اجازه دادن که در اینجا ما تقریبا 40 روز اضافه 44 روز فقط ثبت کنیم. با دوره آمادگی شاید 2 هفته دیگه اضافه بود. یکی از بردهای اساسی فیلم خانه هم همین خانه است، انتخاب شدن همین خانه، پیدا کردن همین خانه است. و از هر یک گوشه این همین خانه شما فراوان استفاده کردید، از جمله همین از زمین مایه. بله، حتی مثلا یگان گوشه خانه نماند که ما استفاده نکنیم. حتی اینجا همچون آشخانه فیلم خانه استفاده میشد، اینجا خانه پدر، اینجا خانه 3 برادر، روی اون کت ها چندین صحنه ها ساخته شد. و گفته خودتان روی این حولی ما یک کت ساختیم که اینجا صحنه های بسیار مهم ساخته میشد، شاهمات بازی و دیالوگ برادرها و حل کردن مسئله ها روی همین کت شیشته حل میکردن. یعنی که یک به ما خیلی چیزی خوب بود که تاجیکانه بود. همه مثلا ما اگر یاد داشته باشید همه وقت چیزهای مهم سری کت حل میشد در ما، سری مثلا در چایخانه حل میشد، مسئله های مهم میرفتن میشدن در ما. مثلا یک جاهای مخصوصی نبود که ما رویم مثلا یک مسئله ما برطرف کنیم و حل کنیم. برادرها همه وقت اگه پرابلم شد سری دسترخوان میشینن و صحبت میکنن. قرض خانه رو صاف نکرده؟ کم کم صاف کرده شدم. چقدر شما؟ نمیدونم، کمتری دیگه. کی تمام میشود؟ کارش ما چی؟ من از شما پول پرسیدم. در وقتش پرسیدم، یک هر دوتان پول نداده.
فیلم درباره عائله قصه میکند که در آن برای تقسیمات مال و ملک پدری میان سه برادر معمای زیاد ایجاد می شود و همه آن را خودشان ایجاد می کنند. اصلا خانه مذکور الکی از آن آنها نیست، زیرا برادری خورده با عوض قرضهایش آن را به بانک به گرو مانده است. این خانه پسری خورده، هر تم را بتکش. خورشید به خانه خودش برونده میرود. من جای رفتی ندارم. یک قسم خانه از آنی من فهمیدی؟ با این گپت نامعقول کرده. شهریار رودم گیر. اصلا ما خواستیم بدانیم که غایه روی کار آمدن همین فیلم از کجا سر زده است. ما پیش از همه وقتی که همین چیز نوشتنش سر کردیم، ما برای خود روی خط کردیم که چی چیزها، چی مسئله های هست که مایه ناراحت میکنه و مشکل های جمعیتی ما هست و ما میخواهیم که همین چیز به واسطه صنعت، به واسطه هنر با مردم صحبت کنیم، بررسی کنیم و برای اصلاحش با هم اندیشه کنیم که چی کار کنیم که همین مسئله های برای برطرف شویش کاربری کنیم. و ما یک گله موضوع مسئله های نوشتیم و اکثر موضوع مسئله های که ما اونجا نوشتیم همش به همین مسئله های خانوادگی، مناسبت های مسئله های اجتماعی، مناسبت های خانواده، زن و شوهر، برادر با برادر، پدر و مادر. یعنی ما دیدیم که این همش در دایره یک خانه است و این علاقه ما همین وحی داد، ایده داد که ما قصه ما در اطراف یک خانه میشه که در داخل این خانه چه مناسبت هایی هست و ما با واسطه یک خانه مناسبت های این خانواده بررسی میکنیم. یکی از هدف های ما این فقط فیلم گرفتن و مثلا موفق شدن و بیننده های زیاد دیدنش نیست. مثلا همه فکر میکند که امروز مردم به اون خاطر در یوتیوب فیلم میگیرد که اودیتوری زیاد جمع کند، بعدا مشهور شود، موفق شود، پولای نقص کار کند در آینده. همه همین خیلی فکر میکند. این چیز هست، در ما هم این چیز هست، اما لیکن ما بیشتر و از این هم بالاتر برای ما مهم این است که ما فرهنگ، عادت‌های ملی خود ما، مثلا مردم چخل زندگی کردنش و همین پرابلم‌های چخل برطرف کردن، مردم به یک سمت راهنمایی کردن. یعنی که هدف‌های ما بیشتر از اونی که مثلا موفق شدن یک چیز به دست آوردن، بیشتر این که همین ترغیب فرهنگ و عنعنه و رسم رسوم تاجیکانه است. قهرمان‌های مرکزی اساساً اعضای همین عائله‌اند: پدر، سه پسر و عروس‌ها. نقش‌ها را همه برجسته، به درجه حرفه‌ای و با استعداد ناتکرار آفریدند. در بابت انتخاب قهرمان‌ها کارگردان این طرح پاسخ می‌گوید: انتخاب قهرمان‌ها بسیار عادی و بسیار ساده صورت گرفت، برای آنکه همین قهرمان‌های اساسی 4 نفر قهرمان اساسی که ما در فیلم داریم، پدر و 3 پسر، این همین بچه‌های هستند که عضو گروه ما هستند. این همین ما هستیم که با هم شیشته قرار کردیم که فیلم میگیریم و این فیلم ما فیلم این سریال و همین گونه شکل میگه. یعنی این مادامی که ما خودمون این کارو کردیم، پیش از همه وقتی که ما مینوشتیم ما الکی پیش از همه قهرمان رو انتخاب کردیم و برای همین قهرمانا ما واقعا نوشتیم. و جز آنهایی که با شما قبلا فعالیت می‌کردند، باز درها هم هستند از بیرون، مثلا از دوشنبه بله. بعد باز چیز دیگرش این که عروس‌ها از دیگر منطقه ها هم هستند. خب یکی از سبباش این که ما در تئاتر اونقدر آدمی زیاد نداریم که همه فرا گیریم و اصلا سبب فیلم گرفتن ما و با همین قهرمان ها فیلم گرفتن ما این بود که ما میخواستیم مردم رو به تئاتر جلب کنیم.
و یکی از استراتژی های ما که برای آنکه مردم به تئاتر بیان باید چهره های تئاتر شناخته شوند که مردم برای دیدن همین چهره ها به تئاتر بیان و ما از همین چیز بود که ما قرار کردیم که فیلم میگیریم و فیلم اطراف همین بچه های خودمون میگیریم و چون قرار شد که فیلم کلان است و سریال است و قهرمان ها زیاد است و ما اینقدر هنرمند داریم و البته که هنرمنده از دیگر تئاترهای کشور جلب کردیم. کی بوده از وای دوملو؟ شین بچه؟ برای کی کدام دوملو شده؟ دوملو شده که من مادرم رو نبینم. اینا نکشه؟ من برای شما هیچ کس نیستم. برای بخونه؟ من برای شما هیچ کس نیستم. داد نزن درا بخونه؟ من به میسر شد که همین نقش خورشید رو اجرا کنم. راسته ما عین نوشتن همین قصه سناریو ما الان وقتی که همراه فراجون و دیلاشو می نوشتیم همین ساختار رو یعنی درونی همین قهرمان خودمون یعنی ساختیم ترتیب دادیم و خیلی برای من همچون هنرمند همین قهرمان شناخته بود چون که هر یک خشتش همراه خودمون موندیم و عادتا میشود در دیگر من در تئاتر صحنه تئاتر یا در دیگر فیلم ها همین یک چیزی بیگانه میتین شما باید همون به از خودتون همون چیز وارد شوید و همین چیزا در خودتون یگان نازکی هاش یابید و یعنی سازید و این چیز کمتر مرکبتر و این یکی از آرزوها بود چون که از آمونی که دانشجویی آرزو میکردیم که یک بار فیلم بازی کنیم میشد کمتر پارچه ها و این یک چیزی پره به پرگی بازی کردیم همراه بچه ها و اینجا قهرمان های اصلی قریب همه ما میخیل کردیم که قهرمانی اساسی باشد و اگر خودی خورشید رو گیریم یک چند پهلو دارد یعنی در زیر هر قسم های سریال که در یوتیوب پخش شده است علاقه مردم فکرشون رو بیان کرده که ما این آدم خوب گفتگی بودیم برای چی اینجا بعد یا چوب این خیلی کار کرد ما از این قهرمان این چیز رو انتظار نبودیم فکر میکردن که این قهرمان یک قهرمان میشود که با یک خطی غوثی همین به نور نوشته میشود که همین آدمی ناز و همین در همه جا خوبی میکند در همه جا گپی ناز میزند نصیحت های خوب میکند مردم همین چیز انتظار بودن لیکن ما اینجا گفتیم که آدم یک رنگ نمیشود به زندگی نزدیکتر باشد که آدم عصبی میشود یک معما میخورد یا در یک جا برای خوبی کار و کارهای میکند یا یک سخنهای میکند که ناگهانی باشد. از جانب همپیشگانتون از جانب کارگردانتون چه اندازه دستگیری احساس میشه؟ راستی تیمی که سریال خانه رو بنوار گرفت یعنی همه اهل گروه ما فرض کردیم 20-30 نفر کاری 100 نفر را اجرا میکردیم و همین در وقت با کوتاه ما پیشکی البته یگان نفر از یگان کس یعنی امیدوار نبود که کمک کند باید این کارگردان بیاد و یک ساعت با من متنم کار کند یا میزانسینم کار کند گشت و گذارم این چیز انتظاری نبود لیکن در هر صورت صحبت ها میشد که باید نقشه چخیل کنیم که با خوبتر شد یه مقصدی خیلی مقصدی کلونه که پیش ما بود ما هنرمند هستیم باید همین گونه نقش رو اجرا کنیم که به زندگی خیلی نزدیک باشه تا حد امکان همین یکی از مقصدها ما این بود که به زندگی نزدیک باشد بعد زبانش که بچه ها با کمک میکردن اینجا
که مثلا زبان سفته تر باشد، به لهجه هم خیلی نزدیک نباشد و مردم بیشتر فهمند، زیادتر علاقه همین چیز پیششون نگیرد که زبانش دشواری که اساس نگود بود. بچه ها کمک میکردن. در هر صورت بیشتر امید در خود کردیم که علاقه همه خیلی بند بودن. لوحا در دست مادرت چیکار میکنه؟ شهریار شما آرام شدید، من همیشه با شما میفهمونم. لوحا رو از من پنهان کرده. شهریار ها؟ شهریار از من از شوهرت درست کرده با مادرت داده. شهریار یکی باز شهریار به چشمانم نگاه کن، نگاه کن. من در این فیلم خانه نقشه پسری خورده شهریار رو باز میکنم و بسیار نقشه من در همین خانه با همسرم میگذارد. این قهرمان من بسیار میخواهد که اکاهاش از این خانه برآمده روانو این همین حوله کلان و خودش ماند. من فکر میکنم که وای نقشه دارد که همین نیمی خانه میفروشد و از قرض‌هایش صاف شدن میخواهد. برای همین میخواهد که اکاهاش از اینجا برآمده روانو. نقشه که مثلا شما اجرا میکنید با خصوصیت خودش شما ماننده دارد؟ نه همش. بعضا خصلتاش هست که با من مانند است. لیکن خیلی قمار بازی و خیلی قرضگیری خیلی خصلت ندارم. خیلی بازم زنزنه کردن این در خصلت من نیست. و به نهایت در همون جایی که من زنم میزنم سخت عذاب میکشیدم که من نمیخواستم بزنم. و در فیلم ما همه یاد دادیم که تکنیکی کار کننده کار که پارتنر به سخت نرسد. من روی حرکت میکنم که آواز برای سخت نرسد بهش به پارتنر من زنی من میگفت که تو من حقانی زنی ابار که من همون درد احساس کنم و بعد من هم زنده باز میکنم. من گفتم که تو زنک دخترک من نمیتونم و گفت که زن مجبور سونه حقانی زدم رویش به بعد از همون استاپ سنیاده شد با دیگر دور شده اگه آغوش کرده بخشش پرسی کردیم. فکر میکنم که اجرا کردن نقش منفی خیلی دشوار است. به نهایت دشوار. دشوارش همین همسر زدن، گپای قبیح گفتن. من خیلی کار سخت نمیتونم. با زن با آدمی نزدیکی خیلی کار نمیتونم، مناسبت کردن نمیتونم عموما. برای همین به نهایت سخت عذاب میکشم همین. خب من اونهایی که مثلا در کوی چشم رو میبینن چگونه مناسبت میکنن؟ کسانی که مرا میشناسن نقص همچون شهریار در همین فیلم هر کسی که میبینم میگه که به نهایت آدمی گنده بازیگری آدمی نمیشدگی بوده. میگن و هم مرا میشناسن برای همین آدمای ناشناس چیز میکنن، خیلی گنده نگاه میکنن که احمق میتونی چی تو زنت میزنی پدرت به نگاه نمیکنی تا حقارت هم میکنن. لیکن میگه خیلی وای من نه وای شهریار است. فرقش چیه؟ حدو یک آدم که خیلی جنگ کردی میتونم بعضی ها وقتی آخر رحمت بدیم کودک نادرست تربیه میکنید، دروغ میگوی. من با تو راستش میگم بیبیا دیگر نمیاد. اون کس مردن. زمین رو 2 متر کوفتیم گور کردیم بچم. سراغ هرگاهی که فرزنددار شدی با فرزند خودت هر چی خواهی گفتنگی. خیز دخترم با کودکان آدمان کاردار نشه. چی با من چسبیدیم؟ دیگر درباره زنم و بی فرزندم یکم گپ نشونم. این زندگی ما پرابلمی من است. شد. نقش خوشنود ددا یکی از نقش‌های خیلی فکر میکنم دوست داشتنی در سریال است، چون قهرمان چون در زندگی معمولی هم ما انسان‌های زیاد میدونیم که هر لحظه تغییر می‌یابد. مثلا مناسبتش با پدر نگاه کنید چقدر در قسم اول می‌بینید چقدر مهربان با پدر، اما در قسم 6 اومده یک کاری میکند که عقل انسان نمیگیرد که پدر در داخل ماشین گذاری و روی.
دادا 2 минут میبرم مالش تیز میبرم زود بیا بچم خوب مالش دادا جان تیز میبرم مالش یعنی که قهرمان بسیار عجیب است. ما این وقتی نوشتیم این سناریو هم خیلی کوشش کردیم که هنرمندها ماکسیموم هنرشون نشون دهند در فیلم، در سریال ماکسیموم نشون دهند و ما هم خودشون هم بسیار دوست داشته بودن فیلمنامه که چون فیلمنامه مخصوص برای هنرمندان نوشته شده است که هنرمند ماکسیموم باید خودش نشون دهد، یعنی که در زیر پوست چند آدم بازی کردن، مثلا پیش زنش دیگر خیلی انسان است، پیش برادرش دیگر است، پیش پدرش دیگر انسان است و در کوچه دیگر آدم است. اما خوشنود دیدم در حقیقت هنرمند خوب است و بسیار یکی از بردهای فیلمم بودن خوشنود دیدار همین سریال است. رنگی داد شدیم چرا گام نزن؟ ما گپا نبرید گوش کنید. من میتونم بگم که اما مویلا به شما نمیزیبا، مویلا بتونه گیره. فرض کردیم شما مویلا بگیرید. لیکن با این من پرابلم حل نمیشه. پرابلم در ذهن من باقی میمونه دما. کم گفتی گپی زور گفتی ها؟ نیو فکرم بعد این گپا دیگر چقه نمیشه دوما. گپ کن نه قفسه بیو تست. خب اینجا خانه که من و پدر مادر خواهرم زندگی میکنیم. اصلا گیریم نقش من این یک در جمعیت امروزه همین در جمعیت ما من بر این انسان ها بسیار شده رفتگی. شخصا خودم هم خیلی در زندگی که مثلا یک پریچاسکه های غلطی میکنم یا لباس های یک رنگ و برنگ میپوشم. نقش من همین خیلی که مثلا به همسایه ها و خیش و تبارها پسند نمی آید. مثلا امون خراکتری من پسند نمی آید چون که لباس پوشیم، طرز پریچاس کنیم، طرز راهو گردیم، طرز موسیقی گوش کنیم، حتی طرز فیلم بینیم. من گیریم معقول نمیشد به همسایه های و به خیش و تبارها. حتی یک صحنه است که همسایه ها به مادرم وای میکنن که برای چی پسری شما یعنی غلطی لباس میپوشد، برای چه غلطی یک پریچاسکوی غلطی دارد، یعنی آرایش مویش غلطی است. بعد مادرم جنگ میکنن که گیران پارتنر نیست کنیم خیلی چیزاته. من گیریم نقش من همین خودم هم در زندگی همین خیلی یعنی پریچاسکم هر خیلی یا لباس های هم خیلی پوش نمیگردم، هر خیلی پوش نمیگردم. من گویم اگر این نقش یعنی در زندگی خودم هم هست، مثلا همسایه هایم گپ میزنم در زندگی خودم، مثلا مادرم میگه که خیلی همون کپک پوشیده گرد یا لباس خیلی همین خیلی خوب بود تمام. من در زندگی خودم هم همین چیز هست. یعنی خصوصیتی که در زندگی داری در فیلم هم همین خیلی هست. من بود اول شما در فیلم نقش می‌آفرید؟ اولی من گویم که فیلمی که حجمش کلان است. این برای من اولین بار هم من وقت دانشجو بودم. من از این چیز بسیار خرسندم. بعد از این سریال بعد دیگر فیلم‌های کوتاه چند تا بازی کردم، مثلا از آن تاجیک فیلم و دیگه. نقش پدر را هنرمند یونسعلی ارگاشف خیلی مؤثر آفریده است. او اما بحث و مشکل‌های میان فرزندانش را تحمل کرده نمی‌تواند و به بیماری دچار می‌شود و دستنگری آنها می‌گردد. روز یک بیری ناتوان نیازمند جاگهی میشم به یکان کس، یکان چیز، یکان کار ناپذیر میشم. حتی مستقلانه پیشرفت کردن نمیتوانستگی میشم. شاید این بیماری مصیبتی عائلوی مناسبتی فرزندان
پاداشی زندگی 70 ساله من باشد. نقش زنها هم در فیلم خیلی برجسته است. بانوان خوش سلیقه چون رعنا رحمت اللهی و منیره زاهیرова، شاگون دولتبیکova نقش همسران پسران را اجرا کردند. در قسمت‌های اول نقش‌های زن‌های برادرها خیلی فعال بود. در قسمت‌های دیگر هم نظر این مخصوص کرده شده است. مثلا این نه به آن خاطری که مثلا در قسم 3-4 زنی وای رفت که قهر کرد رفت از خانه، دیگر به اون توجه نکردیم. به کدام خاطر؟ به آن خاطری که پرابلم اساسی پرابلم خانه است، پول است و این پرابلم مردها حل میکند و ما دنبال بیشتر مردها که چی خیلی این پرابلم حل میکند دنبال اونها بیشتر گشتیم و در همین حل کردن پرابلمی که زنها تا حاضر یگان خیلی نقش گذاشتگی نیستند ما به اونها توجه نکردیم. لیکن در قسمت‌های بعدی یکی از کارهای عجیب زنها میکنن که همین پرابلم راه حل پیدا کند. زنها هم سهم میگذارن، اما تا همون وقت ما اینو به شکل کردیم که تماشابین گوید کجا شد این زنها، برای چی اینا نیستن، دیگر فعال نیستن، اما اونا که خیلی کارهای خوب انجام میدن در قسمت‌های بعدی. بله بله. در رفت فیلم تماشابین لحظه های حساس را بسیار دچار می شود. با ما گفتند که هنرمندان دشوارترین لحظه ها را به استفاده کاسکادرها خودشان اجرا کردند. اون لحظه وایم همون وقت هم بینی‌ها سخت می‌ترسیدم. خود شما اجرا کردید؟ ها وای من خودم اجرا کردم. من سخت می‌ترسیدم. من می‌دونستم که آخه من می‌دارن نمی‌غلطونن، لیکن به هر حال از بالا سر پایان کرده بالا آب پفتنی میشم. من خودم حافظه کردن نمیتونم، لندن نمیتونم، برای همین بینی‌ها سخت می‌ترسیدم. و هم دادگاه‌ها بفکرم همش از تحت دل بود. کاسکادر استفاده بردن درست است، اما می توانستیم استفاده بریم، اما پیدا کردن به همون شکل قهرمان مانند که مثلا کادر ما از پیش بود روی قهرمان بود در کادر پیدا کردن و یافتن خیلی مشکل است. بعد هم این خیلی پول اضافگی هم نداشتیم که ما یک کاسکادر رو بیاریم، چون ما اونجا بچه‌های بسیار خواهش میکردیم که سخت قطعا در پایان اما نزدیکتر ایستادگی بودیم که اگر که همین حالتی ناگوار شود. دیگری زنازنی جنجال هست همش خودشون بازی کردن، همش خیلی کوشش میکردن که طبیعی برود. برای طبیعی برومدن قهرمان ها ضرور میشد که واقعا هم یک دیگرشان زنن. مثلا اون صحنه اول روی کات بغلطوندن، گرچندی که استول موافق کرده شده بود که وقتی که قهرمان غلطت استول شکند این چیزا موافق کرده شد، لیکن در تگی وای کوسه و چاینیک و پیاله و دیگر چیزا بود که قهرمان بالای همون چیز میافتید که اونو میشکست و خطری یگان جاشو بریدنش بود. لیکن قهرمان ها ما میگفتیم که همین کارو نکنیم. خود قهرمان ها بیشتر هوسمند بودن که همین گونه شود، چون واقعش ما نمیخوایم دروغ بازی کنیم بگذار استاد ما احتیاط کرده بازی میکنیم. گفتم خیلی خودشان بسیار وقت میگفتن که ما خودمون اجرا میکنیم. در هم تئاتر هم در بسیار فیلم ها ما شما در نقش ها اساسا همچون هنرپیشه میدیدیم، اما امروز به حیث کارگردان شما رو شناختیم. مشکلی و موفقیت شما در چیست؟ البته برای فیلم گرفتن این یک خلاصه نبود که در یک روز یا دو روز آدم به خلاصه بیاد که من میبرم فیلم میگیرم. برای این ما خیلی راه طی کردیم و چندین فیلم های با دیگر بچه ها گرفتیم، در چندین فیلم ها کار کردیم، تجربه گرفتیم، در چندین مکتب های سینمایی درس گذاشتیم و خب یک زمان رسید که فهمیدیم که وقتش رسید که اکنون فیلم گیریم، یعنی سر کنیم به فیلم گیری. و فکر میکنم یکی از موفقیت های سریال خانه این است که
ما یک تیم هستیم. این کار یک نفر دو نفر این خیلی کار کرده نمیتونن. این کار یک جایه میکنن آدم دست جمعانه و البته همه کارهای آدم ها دست جمعانه میکنن، اما اینجا فرقش همین است که اینجا مردم فقط کار به خاطر کار نمیکنن، به خاطر یک ایده بزرگ و پیش از همه با محبت و با صداقت همین کار میکنن. هر نفری که مثلا در همین فیلم سهم دارد، نابسته از اون که وای کی، وای هنرمند، یا که حتی وای راننده، یا که یک نفری که حتی مثلا چراغ در میگراند، همون نفرم برای همین کار تمام وجودش بخشید، تمام محبتش بخشید و این محبت، این حاصل محبت و انرژی یک گل آدم ها هست. گفتیم که شما قبل از آن پیشه هستید، چرا نشد که یکی از نقش ها رو خود شما هم بازی؟ راستش بگم من زیاد نفرهای میدونم که مثلا خودشان هم نقش بازی میکنن و هم میرن کارگردانی میکنن. من با آنها یگان مشکل ندارم، اگر آنها این کار هر دوشو کرده میتونن نوششان بود، آفرین. اما من این کار برای خودم اجازه نمیتونم، برای آنکه من نمیخواهم که نیم اکتور و نیم کارگردان باشم. من میخوام هر کاری که ما به انجام میرسونیم 100% خودمای بخشیم و این هیچ امکان ندارد که تو 100% خودت هم به اینجا بخشی هم به اونجا. این دو کاری که خیلی فرق میکنند. مثلا هنرمند، وظیفه هنرمند مثلا تنها همین فکر کردن همین نقشش است، اما وظیفه کارگردان این دیگر است. باید درباره همه چیزهای دیگر، درباره هر هنرمندا فکر کند، درباره صداش فکر کند، درباره موسیقیش فکر کند، درباره نما فکر کند، یعنی درباره یک گل چیز فکر کردن در کار و بالای همه این باب برآمده بازی کردن. من این قدرت ندارم. دشواری ها در همه ساحه هستن، در همه کار هستن. هیچ کار نیست که همین خیلی کنید و ساخته شود و هر دشواری هایی که بود، این دشواری همین کار دکان ما بود و این دشواری های بودند که باید می بودند و به این دشواری ها نمیشه کار کرده، فیلم گرفته و من یگان کار ما انجام میرسم. من فکر میکنم که هر دشواری هایی که بودند و ما وایهای پسی سر کردیم، این برای ما یک تجربه کلام بودند و من خیلی امیدوار که ما از همون دشواری ها کمک میکنم که کارهای من بعد ما بهتر شد. فاروق و 4 نفر این کاپیتان برای تا به تماشابین پیشنهاد نمودن سریال مذکور، اهل ایجاد رسا 2 سال زحمت کشیدند. دشواری های زیادی را پس سر کرده و کارهای بسیاری را انجام بخشیدند و امروز تماشابین الکی توسط یوتیوب کانال 8 قسم این فیلم را دیده است و آن را خیلی دستگیری می نماید و ادامه اش را انتظار است. فیلم حالا فصل اولش 10 قسم است. 10 قسم است. حالا در ذهن ما برای 5 فصل، یعنی برای 50 سری، برای 50 قسم فکر داریم، ایده داریم، اما برای برداشتن اونها حالا یک مسئله کلانی هست که شما ازت پرسیدید که چی مشکلی ها هست و من راستش بگم نمیخواستم گویم که مشکلی پولی، برای آنکه چون هر گاهی که درباره سینما صحبت میکنیم حتما میگیم که پول نیست، مبلغ نیست. خب این که ما دوام فصلهای میگیریم یا نمیگیریم این وابسته به پول است. خب سلامت باشید. بتوانید امروز بگویید که اون مقصدی که شما پیش خود گذاشته بودید به اون مقصد رسیدید؟ من آرزو میکنم که هیچگاه به اون روز نرسیم که به مقصد ما رسیم.
برای آنکه همون روزی که به مقصدمون میرسیم باید کارا بس کنیم. ما خرسندم از آن که ما به سوی مقصدمون یک زینه دیگر طی کرده توانستیم و ما خرسندیم از این که ما توانستیم همین زینه‌ای که طی کردیم این یک زینه بود برای مقصدهایی که ما باید برسیم و شادم از آن که ما این زینه سربلندانه طی کردیم، سزاوار طی کردیم و شرم نمی‌داریم از آن که کردیم همین کاره. و ما شب و روز تلاش کرده شدیم که تماشابین ما ناامید نکنیم و من فکر میکنم ما حاضر بسیار به زمان بسیار نغز رسیدیم، به جای رسیدیم که مثلا ما امروز میتونیم یک محصولات خود پیشکش کنیم و با تماشابین ما صحبت کنیم، اندیشه های ویهای گیریم، با هم در رابطه باشیم و این که همین در شبکه‌های اجتماعی مردم فکراشون میگن، اندیشه هاشون میگن، این به ما بسیار کمک میکند و من خیلی امیدوار که در کارهای منبعی ما تأثیرهای همین صحبت ها انعکاس خواهند شد. یک چیز همین که مثلا من بسیار میخواستم که بیننده هایی که مثلا این برنامه تماشا میکنن حتما در آمده فیلم ببینن، چون فیلم وقتی که اونها میبینن این گپ‌های ما بعد معنی پیدا میکند. باز مثلا برای ساختن اون فیلم ما خیلی زحمت کشیدیم، 2 سال وقتی ما رفت، لیکن بسیار وقت مردم نیم ساعت وقت پیدا نمیکند که در آمده اون زحمت 2 ساله ببینن. من این اعتراض نه به جانب بیننده شما، فقط خواهش این که حتما در آمده از یوتیوب از کانال کینوخانه پیدا کنن و سریال ببینن و بعد دوباره برنامه شما دنبال گیری کنم و بعد تکرار ببینم، بعد معنی پیدا میکند این صحبت ما. گفتیم که گروه ایجادی فیلم بسیار سریگی خانه جوانان خیلی صاحب ذوق و صاحب هنرند. الکی در آفریدن چنین فیلم ها تجربه هم دارند و نتیجه زحمتشان را ما امروز احساس می نماییم. با ما گفتند که آنها نیت دارند در ولایت فعالیت مؤسسه دولتی ساخت سینما را جانب نمایند و آن را ادامه بدهند. ما از جانب خود به اهل ایجاد در آفرینش باز فصلهای دیگری سریال خانه و باز فیلمهای تازه دیگر، همچنین در راه عملی نمودن تمام مقصدهایشان قرار خواهانیم.